این منم مطلوب چکم خیره؟ این صدای ظاهراً دو زنی تاجیک است که با نزدیکانشان خداحافظی میکنند. اصلا در این نوار تخمیناً 30 مردی را میتوان دید که اکثراً به زادگان آسیای مرکزی و یا مناطق جنوبی روسیه شباهت دارند. در همین حال تلگرام کانال استراژنا نووستی که این نوار را اولین شده نشر کرده است اصرار می‌ورزد که در آن سفربری مهاجران از آسیای مرکزی به عملیات نظامی در اوکراین ثبت شده است. در نوار دیگر در شبکه تیک تاک زن با زبان آمیخته تاجیک و روسی با مرد با نام سید شاه صحبت می‌کند. مؤلف این کانال یوسف و 999 که اساساً درباره پخت و پز نوارها نشر می‌کند دیرتر شرح داد که در نوار سفربری برادرش به عملیات نظامی در اوکراین ثبت شده است. تا زمانی که به خود انسان ربط نگیرد کس نمیفهمد که چی روی داد. جگرپوره‌ات را میبرند و نمیدونی که به کجا. کسی نمیدوند که با او چی اتفاق میافتد. از صبح به خود آمده نمیتوانم. نفرانی را دعوت میکنند که الکی خدمت کردند. آنهایی را که خدمت نکردند نمیدونم. معلوم شد که 5 سپتامبر برادرم از حق بیرون شدن از روسیه محروم شده است. او 12 سپتامبر بلیط سفر به تاجیکستان داشت. یعنی همه چیز پیشکی طرح‌ریزی شده بود. Все запланировано, оказывается, было. در یک نوار دیگر که بعداً در کانال استراژنا نووستی نشر شد زنان با اشک در چشمانشان مردان جوانتر از 30 ساله را که به زبان تاجیکی صحبت میکنند ظاهراً به ارتش گسیل میکنند. تا اعلان موبیلیزاسیون در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نوارهای سرشمار اشتراک زادگان تاجیکستان در جنگ‌های اوکراین نشر شده بودند. کارشناسان ساحه مهاجرت میگویند سبب اساسی چنین حال موجودیت موافقت دوشهروندی میان روسیه و تاجیکستان است. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه در 5 سال اخیر نزدیک به 200,000 تاجیکستانی صاحب شهروندی روسیه شدند.